کسی که نماز رو برپا میداره این مانع تکبر میشه، چون میگه الله اکبر، خدا بزرگتره، من بنده اینا چیدم. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. ای مردم، فقیر و تاجرتون، حاکم و محکومتون، عالم و بی سوادتون، همه چه به درگاه خداوند فقیر و نیازمندن، والله هو الغنی الحمید. اینجاست که خداوند بلا فاصله نمازو میگه اهل تمکن باید نمازو برپا بدارن تا تواضع داشته باشن. نمیشه که تو نماز بخونید اما در مقابل خلق خدا تکبر بورزی، خودخواه باشی، اونها رو تحقیر بکنید، اونها رو همه خدم و حشم خودت به حساب بیارید. حتی کسانی پیش تو کار میکنن تو باید بگی اونا کارمندای من، برادران من هستن، کارمندان من هستن، همکاران من هستن.